بازم عرض ادب و سلام برای قسمت دوم. خب ما راجع به ترانه و تصنیف یه مقدار سابقه تاریخیش بحث کردیم، اینکه شعر چجور عنصر هویتی در نزد ایرانی ها بوده، اینکه به باور من و البته یافته‌های تاریخی که ترانه مقدم بر شعر بوده به همون دلایلی که عرض کردم، نبودن خط، نبودن کاغذ. و عرض کنم به خدمتتون که ما از لطفعلی خان زند شروع کردیم به خاطر کتاب درخشان آقای ژوکوفسکی که البته بیشترشون چیزی که یافته جدید من، البته من واقعا نمیدونستم چه کتابی هست. آقای فرانکلین لوئیس ایران شناسی هستن از شاگردان دکتر حشمت الله مؤید که اینجا در دانشگاه UIC کرسی ادبیات ایرانی دارن و آدم بسیار عجیب غریب و دانشمندیه. خیلی دلم میخواد یک بار دعوتش کنیم به یکی از این جلسات، یا شما یا حالا در سیمرغ بیاد و از دانش فراوانش استفاده کنیم. بله، ژوکوفسکی و البته مراجع دیگر هم معرفی کردیم، جناب آقای پناهی عزیز که همسر گرامیشون هم با افتخار اینجا هستن، زنده یاد پناهی، که سرکار خانم توران اینجا هستن که کتاب‌های درخشانی. عرض ادب کردم خدمتتون. خوش آمدید توران. سلام خدمت همه دوستان. بله، حالا ان شاءالله در پرسش و پاسخ شما یا خود بیشتر از ایشون اگه دوستانم مایل باشن بگید و به سری اشاره به کارهاشون بفرمایید اگه صلاح بدونید. بله، من گفتم که این مراجع که عرض کردم یه مقدار زیادش هم نوشته‌های خودم، حافظه‌های خودمه که از بالاخره کودکی با اینا سر و کله زدیم و آمدیم و شروع کردیم به خواندن این اشعار. نمونه‌هایی از لطفعلی خان زند، اون حکایت کانت دو مونتفورته بلژیکی رو، داستان تحریم تنباکو برخیز و قلیان رو بیار و امثال اینها رو، که حالا میرسیم با این مقدمه‌ای که یقدم حالا مقدمه در مقدمه شد، میرسیم به بحث فضای انقلاب مشروطه. بله، فضای انقلاب مشروطه که 1906 انقلاب مشروطه یا 1285 انقلاب مشروطه به پیروزی میرسه و فرمان مظفرالدین شاه در واقع دیگه همه ازش با اطلاع هستیم. به قول آقای محمد امینی که من خیلی وامدار ایشون هستم و کتاب‌های ایشون رو خیلی و ایشون رو دنبال میکنم، میگه که مدرنیته در ایران با لهجه ترکی و قفقازی آغاز شد. خیلی جالبه که قفقاز که الان از ایران جدا شده و اون موقع هم جدا شده بود، ولی نقش بزرگی داشت در شکلگیری انقلاب مشروطه. یواش یواشه که حالا یا ترسیم فضایی اگه بخوایم از اون سالها بکنیم، از کتاب آقای یربان ابراهامیان عرض میکنم که در ابتدای قرن 20 همون حوالی انقلاب مشروطه جمعیت ایران 12 میلیون نفر بوده که البته میدونیم که چند سال بعد در زمان احمدشاه 40% این جمعیت از گرسنگی میمیره. یک جنایت بزرگ خلاصه تاریخی که کمتر ازش اصولا در ایران بحث میشه، به علت گرسنگی. 60% این جمعیت در روستاها زندگی میکرده، 25 تا 30% عشایر بودن، عشایر. و خب البته میدونید که به هر حال هر سلسله هم در ایران به قدرت رسیده از ایلات عشایر بوده به جز پهلوی. 15% شهرنشین. تعداد باسوادها رو برآورد میکنه آقای ابراهامیان حدود 5%. یعنی از این 12 میلیون نفر دیگه خودتون حساب کنید دیگه 5%ش چقدر میشه. 5% مردم باسواد بودن. امید به زندگی 30 سال بوده، یعنی تقریبا بالای 30 سال کمتر کسی زنده میمونده، اینجور که بالاخره این عدد میگه. کل جاده ها و راهنی که کشیده شده بوده زیر 340 کیلومتر بوده دیگه، خودتون ببینید که. و این در سفرنامه حاج سیاح محلاتی هم هست که رفته دور دنیا رو چرخیده و میبینه که هیچ جاده‌ای هنوز درست حسابی در ایران نیست. 50% نوزادها هم میمردن
و اگه میخواستیم با قاطر و شتر که تنها وسایل حرکتی بوده و حالا خیلی هنر میکردن اسب، تقریبا از تهران به تبریز 17 روز طول میکشیده و از تهران به مشهد 14 روز. این تصویری از انقلاب مشروطه که حالا میاد و حرفای خیلی بزرگی میزنه. رعیت کم کم میشه ملت، رعیتی که هیچ حق و حقوقی نداشته، سر تا پا تکلیف بوده. تفسیری که همین این روزها هم ما میشنویم باز دوباره بعد از 100 خورده ای سال. واژه‌هایی میاد مثل عدالت، آزادی، قانون و واژه‌های جدیدیه دیگه. خلاصه اینها انعکاسش در ترانه‌ها و تصنیف‌های دوران مشروطه هم خب بازتاب داره دیگه و یواش یواش انتقاد از اجتماع، سیاست و امثال اون بلند میشه، چیزی که باز سابقه نداشته. ترانه‌های فولکلور فکاهی که یه نمونه‌هایش هم مثلا آوردیم. واقعا یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب مشروطه آوردن موسیقی به میان مردم عامی بود. یعنی به نظر من این یکی از بزرگترین دستاوردهاش بوده. حالا بحث دیگه تو بقیه بحثا فعلا وارد نمیشیم. حاج سیاح محلاتی هم توی سفرنامه خودش میگه که در میانه دوره ناصری دیگه میگه اصلا چون رفته اروپا رو دیده، گشته، رفته تابعیت آمریکا رو گرفته، اولین ایرانی که تابعیت آمریکا رو گرفته، با رئیس جمهور وقت آمریکا گرانت ملاقات کرده، با پیغمبر مورمون ها ملاقات کرده، چین و هندوستان و اینها رو با پاسپورت آمریکایی رفته. خب میدونه اهمیت موسیقی رو در جای جای دنیا. میگه که موسیقی در میون مردم نیست، اصلا وجود خارجی نداره. اون چیزی که از تعزیه و روزخوانیه. و البته خود اینها هم به هر حال تا حد زیادی حافظ بعضی از مقام‌های موسیقیایی بودن، نمیشه منکر شد. اصولا ما بعد از عبدالقادر مراغی تو دوره تیموریان یک سکوت محض داریم، هیچ خبری از موسیقی نیست و این تمام دانش فنی موسیقیایی عبدالقادر مراغی توسط دکتر نوش میره دربار عثمانی و با اکرام روبرو میشه و این موسیقی که میبینید عملا ریشه های موسیقی عبدالقادر مراغی و از صفویان میان که اساساً موسیقی مختص همراهی با زنان فاحشه میشه و برای خواص دیگه، مردم عادی که این کارا رو نمیتونستن بکنن، که در سفرنامه های خیلی ها رو میبینیم، شوردن و غیر و ذالک، که بله موسیقی همراه با زنان روسبی و هیچ جایگاهی در جامعه نداشته. خب ولی در انقلاب مشروطه داستان عوض میشه. یک موسیقی الهام گرفته از نواهای شاد قفقازی، یعنی یه موسیقی شاد میشه، سازهای جدید میاد، سازبندی‌های جدید میاد و پشتبندش هم ترانه‌های ضد خودکامگی، هوادار آزادی، حقوق بشر و امثال این حرفا. خب اینجا یه یادی هم بکنیم، البته اگرچه به بحثمون ربطی نداره، از میرزا عبدالله، میرزا حسین قلی خان، فرزندان میرزا علی اکبر فراهانی که در همون زمان ناصری، نیمه های دوره ناصری، موسیقی ردیف دستگاهی رو مدون میکنن که به قول دکتر آقای محمد رضا درویشی این یه گوشه کوچیکی از دریای موسیقی مقامی ایرانی، به سلیقه خودشون هم این جمع‌بندی رو میکنن و بازم دستشون درد نکنه، ولی یه تالیهای فاسدی هم بعضیا براش متذکرن. به هر حال وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. و همونجوری که عرض کردم مدرنیته در ایران با لهجه ترکی و قفقازی آغاز میشه. نمونهش میرزا فتحعلی آخوندزاده که وقتی عارف و شیدا به صحنه میان، اینها یه سراگردن این تصانیف رو میارن بالاتر، بهش یک اعتباری میبخشن، شکل مدرنتری به داستان ترانه میدن. و خب عارف قزوینی رو شروع میکنیم که واقعا صدای مشروطه است، بانگ بلند مشروطه خواهیه و هرچی هم ازش گفته بشه باز کمه. عارف قزوینی خب عمر کوتاهی داشته، 54 سالگی از دنیا میره، 1259 تا 1312 در آرامگاه ابوعلی سینا در همدان دفنه. و عرض کنم به خدمتتون که عمر پرفراز و نشیبی واقعا داشته. یعنی میبینیم یه تیکه تو ظرفش مسلمانی هست، یه تیکه
طرفداری از مرام بولشویکی هست، یه تیکه به هر حال چیزای مختلف در دربار ناصری و در دربار مظفرالدین شاه رفت آمد داشته. یکی از نزدیکترین دوستان تاج السلطنه بوده، زیباترین باسوادترین دختر ناصرالدین شاه. خب اینجا الان کسی هست هوس کنه از خون جوانان وطن رو بخونه، یا من خودم باید بخونم، یا ترانه خوانی برای قسمت بعده؟ بسیار خب یکی از معروفترین و ماندگارترین در حافظه‌های تاریخی ما از خون جوانان وطن لاله دمیده است که اولا سرود انقلاب مشروطه میشه. این بعد از فرار محمد علی شاه تو استبداد صغیر به روسیه، این تو دوره دوم مجلس شورا ساخته میشه، یعنی و خونده میشه آبان 1288 شمسی. و جالبه که او این رو به حیدرخان اماغلی، شاید اولین کمونیست ایرانی که حزب کمونیست ایران رو تأسیس میکنه، عارف قزوینی این رو به حیدرخان اماغلی تقدیم میکنه. با آدمای عجیب غریبی رابطه داشته، یعنی حالا از این طرف حیدرخان اماغلی رو شما میبینید، از اون طرف با مورگان شوستر آمریکایی که یک ترانه خیلی جانگداز که چرا روسا و انگلیسا نمیذارن این کار کنه و از ایران اخراجش کردن، از اون طرف در دربار مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه هم رفت آمد داشته و بر تقدیر ترانه‌های اعتراضی سیاسی میسازه که تا همین حال حاضر واقعا یگانه است. و با وجود اینکه شاید آدم خیلی باسوادی نبوده، ولی آثارش بسیار ماندگار شده. خب میدونید این از خون جوانان وطن که یه جور سرود انقلاب مشروطه شد، قسمت‌های اول شاعرانه است. جالبه که چه عارف، چه شیدا و بقیه و ملک الشعراء بهار، جالبه اشعارشون از شاعرانه و تغزلی شروع میشه، یک مرتبه سیاسی میشه. که خب خواننده‌های مثل استاد شجریان و بقیه به هیچ وجه معمولا قسمت سیاسیش رو نخوندن، اون قسمت‌های شاعرانه رو خوندن. مثلا حتی همین شعری که ما فکر می‌کنیم هیچ چیز سیاسی نیست، بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد، از آن که دل بردمی به فکر ما نباشد. این که ما فقط این قسمت شاعرانه رو خوندیم، حالا اگه دوست داشته باشین میشه در پرسش و پاسخ در ادامه یک چیزایی که خیلی به نظر سیاسیه و اصلا چجوری این رو به هم میخواد ارتباط بده، ولی به هر حال رسم بوده دیگه. از خون جوانان وطن لاله دمیدم تو 5 بنده. قسمت‌های اولش خب شاعرانه است. هنگام می و فصل گل و گشت چمن شد، دربار بهاری تهی از زاغ و زغن شد. هنگام می و فصل گل و گشت و جانم گشت و خدا گشت و چمن شد. من همینجا بگم استاد شجریان میگفتن واقعا ما نمیدونیم عارف اینا رو چجوری میخونده، چون هیچ صدای ضبط شده از عارف متاسفانه نداریم و قرار بود بره تفلیس یه سری چیزا رو ضبط کنه، ظاهرا با درویش خان دعواش میشه. خیلی آدم احساساتی و عجیب غریب و زودرنج و به هر حال کاش میرفت و لااقل ما یه صدایی داشتیم. استاد میگفتن ما خودمون اینها رو میایم پر میکنیم. ببینید هنگام می و فصل گل و گشت و جانم گشت و خدا گشت و چمن شد، یعنی برای اینکه این بخوره به خلاصه ترانه یه همچین کارهایی کردن. دربار بهاری تهی از زاغ و جانم زاغ و خدا زاغ و زغن شد. به هر حال این قسمت اولش خیلی عاشقانه است که از ابر کرم خطه ری رشک ختن شد. بعد یه مرتبه یه قسمتی داره، خوابند وکیلان و خرابند وزیران، بردند به سرقت همه سیم و زر ایران. ما را نگذارند به یک خانه ویران، یا رب بستان داد فقیران ز امیران. یعنی یک باره میره وارد صحرای سیاست میشه و بعد دوباره میاد و میخونه دیگه. در هر صورت اون چیزی که ما بیشتر از همه در ذهنمون آمده همون قسمت از خون جوانان وطن
لاله دمیده است که حالا شاید تو بخش ترانه خوانی دوستان بخوان رو بخونن دیگه، ولی از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، وطن لاله دمیده، که این لاله اشاره داره به قطرات خون سیاوش در شاهنامه که از اون گلهای لاله رویده. و اون حکایتی که دیگه میدونیم سیاوشون یا سووشون، که در واقع ایرانی ها بعدن روی سرمونی تاسوعا عاشورا سیاوشون رو در واقع سوار کردن دیگه. و بله سرودهای دیگه هم داره دیگه، همون اشاره به اخراج مورگان شوستر آمریکاییه که در زمانی که آمریکا هنوز انقدر بد اعتبار شد نشده بود در عرصه جهانی دیگه، 1911 1912 هنوز جنگ اول شروع نشده بود، که او برای اصلاح مالیه و به عنوان خزانه دار کل وارد ایران میشه. کارهای خوبی هم میکنه، ولی آدم به نظر گنده دماغی بوده، آدم سختی بوده، انعطاف نداشته و میافته به جون انگلیس‌ها و بیشتر از همه روس‌ها، و روس‌ها به خصوص انقدر براش میزنن و با کمک انگلیس‌ها تا آخر دیگه از ایران اخراج میشه. و ظاهراً با عارف توی مهمانی‌ها رفت آمدی بوده و آشنا میشه با هم، که حالا من فقط یه تیکشو میخونم، من واقعا نمیدونم عارف اینو با چه لحنی میخونده. ننگ آن خانه که مهمان ز سر خان برود، این اشاره به اخراج مورگان شوستر آمریکایی. ننگ آن خانه که مهمان ز سر خان برود، جان نثارش کن و مگذار که مهمان برود. ننگ تاریخی عالم شود افسانه ما، بگذاریم اگر شوستر از ایران برود. و اینها رو میخونده، یعنی به الحان میخونده، با ساز میزده و میخونده. و خب به هر حال اینم حکایت جالبیه. یا یه اختلافی با ناصرالملک نایب السلطنه پیدا میکنه که نایب السلطنه احمد شاه بوده. احمد شاه خیلی جوان بوده که به آخر شاه میشه و سالها ناصرالملک که نایب السلطنت بوده و عارف با اون سر سازش نداشته، که اون ترانه معروف گریه را به مستی بهانه کردم، به هر حال شکوه ها ز دست زمانه کردم، این در شکایت از زمامداری ناصرالملک نایب السلطنه است. یه ترانه ای که خیلی عجیب بود، سال 1350، یه ذره بریم جلو، باز شدن فضای سیاسی در زمان رژیم پادشاهی، یک بار ما دیدیم یک ترانه‌ای داره از رادیو پخش میشه، خانم مرحوم گیتی پاشایی اینو میخوند که از عارف قزوینیه. ملت تر بداند ثمره، ملت تر بداند ثمره، آزادی را برکند زبون ریشه استبدادی را، جانم برکند زبون ریشه استبدادی را. لیلی 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 حوزک جوجو اومد آب بخوره و افتاد توی حوزک. به 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 یار من قشنگه، به 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 که چه شوخ و شنگه. من دیدم خانم حسینی خیلی تعجب کردن، احتمالا خیلی دیگه‌تون خود ما هم تعجب کردیم، که برای خودم هم عجیب بود تو سن نوجوانی که ملت هر بداند ثمر آزادی را برکند زبان ریشه استبداد، ولی لیلی لیلی حوزک و اینا چه تناسبی با هم دارن. یه بار از استاد زنده یاد مرتضی احمدی پرسیدم، گفت یه ترفندی بوده در اون زمان برای مردم عادی کوچه بازار که نمیفهمیدن ملت هر بداند ثمر آزادی را برکند زبان ریشه استبداد، یه چیزی رو گذاشته بودن مثل قلاب ماهیگیری که مردم به لیلی لیلی حوزک و این چیزایی که میفهمن بیان بعد بپرسن، کنجکاو بشن آقا آزادی چیه، استبداد چیه. یه ترفندی بوده، هم عارف داشته هم شیدا داشته و به هر حال ترفند قدیمی هم بوده. حتی در ترانه‌های عامیانه‌ای که ژوکوفسکی هم نقل کرده یک دو بیت از حافظ هست، سعدی هست، بس یه سری اراجیف، یعنی یه سری کلماتی که اصلا نه قافیه داره نه دستور زبان رعایت شده.
حالا قصدم اهانت به بوشهری خانی خیام خانی بوشهری ها نیست که خیلی هم دوستش می‌دارم و زیباست، که این در واقع یکی از نمونه های یادم رفت بگم ترانه خوانی های خیامی الان در بوشهر میشنویم چقدر زیباست، که یکی از رباعیات خیام میخونن و بعد دیگه اشعاری که حالا خودشون هست بیشتر اشعار عامیانه و محاوره. به هر حال این یک سنت قدیمی بوده از زمانهای پیشا مشروطه و این رو خانم گیتی پاشایی میخونه و آقای اسفندیار منفردزاده هم که لابد میشناسید در قسمت دوم بیشتر از ایشون و نقشش تو ترانه‌های اعتراضی دهه 50. ایشون خب با یکی از سکند کازینای منم ازدواج کرده بود و ما اخبار ایشون رو داشتیم. یک کمونیست دو آتیشه بود همون موقع ها و میگفت این خیلی هم خوب بود چون حالا دستگاه‌های امنیتی ساواک غیر و ذالک این لیلی حوزک رو دیدم به ما اجازه دادن این پخش بشه، یعنی اصلا آزادی و استبداد اینا رو خیلی دیگه براشون مهم نبود. حالا این روایت ایشونه، من از دفاعی نمی‌کنم. به هر حال همونجور که عرض کردم عارف یک شخصیت پرفراز و نشیبی داشته. یک جمله معروفی داره که میگه من زمانی تصنیف وطنی ساختم که یک ایرانی از 10,000 نمیدانست وطن یعنی چه. وطن یعنی چه؟ تصورش از وطن همون شهر یا ده یا روستایی بود که توی اون زاده شده بود. به هر حال ببینید داستان شکل‌گیری هویت ملی قصه‌ای بود که با این نیشن استیت ها خب معنی بیشتری در سطح جهانی گرفت و خب به هر حال تعریف این داستان وطن هویت ملی خب به هر حال متفاوت شده بود و حالا ما داریم از زمانی هم حرف می‌زنیم که 5% مردم باسواد بودن. حتی در بعضی از روایت‌ها از هر 1000 نفر 1 نفر باسواد بوده، یعنی که به هر حال ما حرف آقای یروان آبراهامیان رو قبول می‌کنیم 5% که امیدوار کننده تر هست. یا اون میگه که بله من زمانی شروع کردم به ساختن تصنیف که تصنیف یا برای زنان درباری فاحشه ساخته میشد یا برای ببریخان گربه شاه شهید. ناصرالدین شاه یه گربه داشته، ببریخان خیلی دوستش می‌داشته، براش خراج تعیین کنه، بودجه تعیین میکنه، خلاصه قراول و کسایی که ازش پذیرایی کنن لقب ببریخان هم بهش میده. میگه تصنیف برای اینا ساخته شده. یک حکایتی هم هست که 100% قابل تایید نیست، اونم اینه که وقتی که رضاخان تصمیم داشت جمهوری اعلام کنه خب خیلی هم دلش میخواست به تأسیس از آتاتورک که بعد حالا داستانهایی افتاد و خب به هر حال خیلی هم مخالفت کردن. او به عارف دستور ساختن مارش جمهوری رو میده که متاسفانه ما هیچی ازش نداریم که با صدای قمر خونده میشه. اما خب این روایت که میگم در اصلش هم باید قدری تردید کرد اینه که رضا خان سردار سپاه بعد از اینکه شاه میشه دستور نابودی کلیه صفحه ها رو میده، یعنی صفحاتی که مال مارش جمهوریه. یک چیز دیگه که نشون میده عارف که صدای مشروطه هست آشنا بوده با در واقع انقلاب بولشویکی روسیه و ازش تأثیر گرفته. اون هم مثلا باز یکی از ترانه هاشه که بماندیم ما مستقل شد ارمنستان، زبردست شد زیردست زیردستان. خب بالاخره ارمنستان در جریان همون 17 شهر قفقازی و اون جنگ‌های 25 ساله از ایران رفته بود و حالا خبراش میومد که تحت نظام مثلا بولشویکی داره وضعشون خوب میشه و بالاخره از این اخبار میومد بماندیم ما مستقل شد ارمنستان، زبردست شد زیردست زیردستان، که این رو هم به الهان خونده. از عارف و از خون جوانان وطن لاله دمیده بعد از مرگش که تو 1312 هیچ خبری نیست تا میرسیم به سال 1340 که در برنامه گلها بانو الهه با اون صدای مخملیش میاد و از خون جوانان وطن رو میخونه. این هم خیلی جالب بوده، ولی خب قسمت‌های سیاسیشو که مسلماً نمیخونه و البته خیلی هم عاشقانه میخونه دیگه، یعنی اون لحن خیلی یه مقدار به هر حال نیمچه حماسی که باید داشته باشه این شعر رو نداره. بله که
همون حکایتی که عرض کردم که وقتی و تصنیف وطنی ساختم که یک ایرانی از 10,000 نفرش هم نمیدونست وطن یعنی چیه و مثلا اگه یک کرمانی به اصفهان میرفت در اونجا اصلا بهش خوش نمیگذشت و با کمال دلتنگی میخوان نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم. و به هر حال در زمان مرگش هم 54 سالگی خیلی هم با وضع خرابی فوت میکنه. به گفته یه جیران پرستار پیرش همدم وفادارش میره کنار پنجره و میگه ستایش مران ایزد تابناک که پاک آمدم پاک رفتم به خاک. به هر حال از آلودگی های مالی و اینها مبرا بوده و آدمی بوده که دنبال خیلی چیزا نبوده، شاید امکاناتش بوده که بره دنبالی همچین چیزی. عارف چون شخصیت مهمیه اجازه میخوام که عارف رو ادامه بدیم. حالا بهار و اینها رو اگه وقت نکردیم میذاریم برای جلسه آینده، چون فکر میکنم یه تنه خودش واقعا همون صدای مشروطه است و حال و هوای فضای سیاسی اون موقع رو به ذهن میاره. مثلا شما این ترانه رو شنیدین: دل هوس سبز و صحرا ندارد میل به گل گشت و تماشا ندارد. خب اینجا هم اولش عاشقانه است، بعد یک باره وسطش میگه چند ز پلیتیک اجانب بخوابید. به مردم میگه، اعتراضش به مردمه. ترانه اعتراضی عارف همه رو نشونه گرفته، یعنی اینجوری نیست که فقط آدم‌های سیاسی. چند ز پلیتیک، جالب کلمه پلیتیک، چند ز پلیتیک اجانب بخوابید. یعنی الان کسی جرأتش رو نمیکنه تو موسیقی ردیف دستگاهی این تیپ کلمات بیاد و مثلا بخونه و تحریر بزنه. تابکی از دست عدو در عذابید. بعد در ادامه با همون الهان اون بالا میگه همتی ای خلق گر ایران پرستی از چه در این مرحله ایمن نشستید منتظر روزی از این بدتر هستید صبر از این بیش دگر جا ندارد. صبر از این بیش دگر جا ندارد. ایوونه که نمیدونست که 100 سال دیگه هم هنوز مردم ایران باید صبر کنن و یه منتظر روزی از این بدتر هستی 100 سال پیش میگه. به هر حال شب را دوره میکنیم و روز را با هنوز را. این ترانه رو عارف زمانی میخونه که محمد علی شاه از روسیه برمیگرده برای بازپسگیری سلطنت، میاد جزیره آبسکون نزدیکای گرگان گموش تپه، البته به تحریک و تدارک روسیه تزاری. بعد از زد و خوردهای خلاصه فرار میکنه، شکست میخوره، برمیگرده به روسیه. عارف از شنیدن برگشتن محمد علی شاه اون ترانه بالا رو میگه و البته ترانه دیگه هم میگه براش که حالا بماند. کلن عارف جمعاً 28 تا تصنیف سروده که همش این روزا به هر حال ارزشمنده، اگرچه میگم اشکالاتی میشه بهش گرفت. یک کاری که شاید بعدی که عارف کرده در افتادنش با زبان ترکی بوده، یعنی همونقدر که از زبان عربی بد میگفته از زبان ترکی هم بد میگفته. حالا اینجا دوستانی که ترک یعنی در واقع آذری هستند دیگه حالا این خطاهای عارف رو به بزرگی خودشون ببخشن که البته در یک سفری که به استانبول میکنه، هنوز جنگ جهانی اول در آستانه شروع شدن بوده، یه ترانه‌ای داره ترویج نوعی انترناسیونالیسم اسلامی. تو چنته عارف هم بالشویک بوده، هم اسلام بوده، هم ملیگرایی باستانی بوده. یه ذره مثل که این مفاهیم هنوز اونجا خیلی جا نیفتاده بود، اگرچه شاید هنوز هم برای خیلی جا نیفتاده. برای در این ترانهش از اتحاد ترک و فارس میگه، اینا به الهان میخونه دیگه، ابو عطا گوشه حجاز بماند حالا چیه،
که حالا یه تیکه از ترانه‌اش اینه: در حقوق خیش نعره ها زدیم، کس نگفت که این ناله از بهر چه جاست. آن چه شد که فریاد میکنه؟ پس حقوق بین الملل کجاست؟ جالبه دیگه، از حقوق بین الملل اطلاع داشته، از حقوق بین الملل حرف میزنه، واژه‌هایی که خب ما تا پیش از انقلاب مشروطه اینا جایی نمیشنویم. دوست خیلی صمیمی کلونل پسیان بوده، محمد تقی پسیان، که ما منزلمون در ایران هم همین توی خیابان پسیان زعفرانی هست. او اولی خلبان ایرانی بوده در 1300 خورشید، یعنی اولین کسی بوده میره آلمان و خلبان یاد میگیره. بعد زمانی که فرمانده ژاندارمری خراسان بود 1300، حکومت شبه مختار جمهوری خراسان رو تشکیل میده. خب البته هم که توسط قوام السلطنه‌ای که از زندان میارن نخست وزیرش میکنن که خود پسیان برای باش در افتاده بود. خب معلومه چه بلایی سرش میاد و کشته میشه دیگه. اون موقع رضا شاه سردار سپه بوده، قوام السلطنه نخست وزیر احمد شاه بوده. در هنگام مرگ عارف این رو برای، بازم اینها رو همه میگن به الهان بوده: این سر که نشان سرپرستی است، امروز رها ز قید هستی است. با دیده عبرتش ببینید کین عاقبت وطن پرستی است. خب عارف اعتقاد داره که اگر کلونل زنده میموند ایران رو نجات میداد و قوام السلطنه و وثوق الدوله رو موجب مرگ او میدونستن. یه تصنیفی هم داره گریه کن در رسای او که باز فقط یه قسمتش رو تیکش رو: شاه دزد و شیخ دزد و میر و شحنه و اساس دزد، دادخواه و آن کو رسد به داد و دادرس دزد. حالا همونجور که عرض کردم این توهین به زبانهای آلتایی و سامی خب در اواخر قاجار مچ میشه، در اوایل پهلوی ادامه پیدا میکنه. به وفور شما تو اشعار و تصانیف اهانت به زبان ترکی رو میبینید در روزنامه ها. خب این یه مقدارش هم نگرانی آدمایی مثل عارف و بهار و کسروی و اینها رو پشتش میبینیم که نگران تجزیه ایران بودن، که مثلا فرض کنید جدایی آذربایجان از ایران، تحرکات برخی از جدایی طلبان. خب یه سری آدرس‌های غلطی میومد تو ذهنشون دیگه. مثلا این بازم یکی از ترانه‌های عارف: صبا ز من بگو به اهل تبریز، کی همه چو شیر شرز خونریز. این تو تعریفشون رو میکنه. بعد میگه از ترک و از زبان ترک بپرهیز. آذربایجان کلید ایران تو، شهید ایران تو، امید ایران تو، ولی خب ترکی رو رها کنید. یه ترانه هم داره که جون میدم برای آذربایجان، جان برای آذربایجان باد، که وثوق الدوله آذربایجان عضو فلج ایران میخونه. یعنی شما ببینید چه آشفته بازاری بوده که کسی که در بالای رأس مملکت بوده، صدراعظم بوده، اون قرارداد 1907 کذایی و یه قسمت بزرگ ایران که شاید ایرانی ترین قسمتی بوده، حتی در زمان حمله اسکندر آذربایجان و آتورپات نجات میده و حکومت مستقلی رو درست میکنه و نمیاد زیر چنگ اسکندر، ولی به هر حال به همین راحتی او رو عضو فلج ایران میگه. خب بالاخره باز هم در این ارتباط که یه مقدار به زبان ترکی کم لطفی میکنه، میگه زبان ترک از برای از قفا کشیدن است، صلاح پای این زبان ز مملکت بریدن است. دو اسبه با زبان فارسی از عرس پریدن است، جهیدن است. البته اینا رو باز به الهان میخونه دیگه، که آقا اصلا زبان ترکی رو بذارید کنار و خب اینجا یه رد پایی هم میبینید که از عرس هم باید بپریم، لابد اران و شیروان هم پس بگیریم دیگه، که الان امروز به نام جعلی جمهوری آذربایجانه. خب این تصنیف خیلی نجات پرستانه است. حالا بقیه‌شو بخونیم بیشتر میبینید یه مقدار خشم‌آلود، اهانت‌آمیز، اشاره داره به اقدامات احزاب ترکگرای عثمانی، ترکان جوان، که حالا انقلاب 1917 شده، بلشویک‌ها سرگرم گرفتاری‌های خودشونن، حالا عثمانی هوس کرده توی منطقه قفقاز بازی‌های جدیدی در بیاره و از دیگه روسیه تزاری که در کار نیست. بلشویک‌ها هم البته بعداً امان ندادن و برگشتن.
اینه که شخصی به نام محمد امین رسولزاده که خودش در ایران از فعالین انقلاب مشروطه بوده و حزب مساوات رو راه میندازن، ایشون از ترک زبانان آران بوده. بله، در منطقه آران و شروان ترک زبان یا آذری بر زبان آلتایی بوده، ولی هیچ موقع اونجا اسمش آذربایجان نبوده. ایشون میاد و در کنگره حزب مساوات 1918 در شهر گنجه جمهوری آذربایجان رو تشکیل میده که به عمر تاریخ هرگز اونجا اسمش آذربایجان نبوده و این هاست که عارف رو عصبانی میکنه. البته همون موقع در باکو بولشویک ها حضور داشتن، برای همینه که این محمد امین رسولزاده جمهوری آذربایجان، بنابراین جمهوری آذربایجان رو بولشویک ها راه ننداختن ولی ازش استفاده کردن، در ادامه دو اسبه روش سوار شدن، بعد مدعی شدن که آذربایجان شمالی داریم جنوبی داریم. الان هم این روزا در همه کتابای درسیشون ایران رو یک کشور اشغالگر معرفی میکنن که آذربایجان جنوبی رو اشغال کرده و این ترفندی بود که در واقع شوروی هم ادامه داد و دید که توش به هر حال. خب این تندروی، این مانیفستی که عارف داره میگه، این حاصل یک شرایط سخت عجیب غریب سیاسی اجتماعی، یه جور شلم شوربا، یه جور شترگاف پلنگی بوده که پیش از ظهور رضاخان بالاخره در ایران حضور داشته. تهدیدات عجیب غریب بیرونی و خب بیکفایتی صاحب منصبان، بازی‌های احمقانه سیاسی هم که در درون حدی نداشته. و البته از عشقش با آذربایجان باز یک ترانه، ببینید چند تا ترانه از این 20 چند تا فقط برای آذربایجانه. چه آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم، من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم. خب عارف رو تموم کنیم فقط با این قسمت که از خاطرات خلیل ملکی اومده. من واقعا سورس دیگه پیدا نکردم که آیا واقعا، ولی خلیل ملکی هم آدم معتبریه، این رو از خودش نمیگه، که عارف قزوینی 4 سال پس از انقلاب بلشویکی که خب امیدهای خیلی زیادی رو در ایران به وجود آورده بود دیگه، در اون که نمیتونیم شک کنیم، به هر حال خیلی ها طرفدار ادبیات چپ شده بودن و نمونهش هم اون ترانه‌ای که راجع به ارمنستان براتون خوندم. عارف میگه که بلشویک از خضر راه نجات بر محمد و آل صلوات. حالا شما خودتون جمع‌بندی کنین، بلشویک از راه خضر راه نجات بر محمد و آل صلوات، ای لنین فرشته رحمت کن قدم رنجه زود و بی زحمت. یعنی این به هر حال یه مقدار آشفته بازاری جریان روشنفکری ایرانی رو هم خب میرسونه که عارف در این ترانه‌هاش آینه تمام نمایی هست از همین آشفته بازاری که بالاخره روشنفکر ایرانی یه ذره اسلام، یه ذره مرام سوسیالیستی، یه ذره باستانگرایی، بعد یه کشکول عجیب غریبی و مذهبی اسلامی هم که درس یادم. خب حالا غرب زدگی هم که بعضی از فرق سر تا نوک پا باید غرب زده بشیم توی این آشفته بازار. به هر حال ببینید که چه کارهایی میشود کرد. خب این وسط ها فقط یه جای سوراخ میمونه که من در کمال شگفتی اگه کسی بتونه کمک بکنه ما این بحث رو تکمیل کنیم. من هیچ ترانه اعتراضی راجع به نفت پیدا نکردم. یعنی 5 سال قبل از انقلاب مشروطه دارسی میاد زمان مظفرالدین شاه قرارداد نفت رو میبنده. 1287 2 سال بعد از انقلاب مشروطه اولین چاه نفت تو مسجد سلیمان کشف میشه. من چیزی پیدا نکردم. اگر دوستان ترانه‌های اعتراضی دارن راجع به صنعت نفت، اوضاع نفت، برای همین خودم چون کم آوردم یه تیکه از یه بحر طویلی من خودم گفتم در مورد تصویرتون رفت. بله یکی از دوستان زنگ زد اینجوری شد، ببخشید منظورم. بله به هر حال این یه نکته ایه که حالا اگر کسی از دوستان چیزی شنیده این برابر لطف کنه به من بگه. اجازه بدید این دوست ما بل نمیکنه من بگم که ببخشید این دیگه بساط. بله سلفون رو باید خاموش میکردم.
100 سال و اندی است که در چاه بلا افتادیم، در عقده نفت مبتلا افسردیم. کار دارسی بود انگلیس، اوضاع جهان یا جبر زمان، این حکایت در بماند از برای دیگران. این یه بحر طویلیه که من 3-4 سال پیش خودم درستش کردم. ادعام نمی کنم شعر، یه زمانی اگه فرصت بود براتون بعداً خواهم خوند. فقط یه اشاره به این که از نفت و نقشش ما چیزی نداریم، یعنی نفتی که به هر حال آمد و خیلی از مناسبات رو به هم زد. رضا شاه رو میشه به 2 نیمه تقسیم کرد. نیمه دوم که پولهای نفت اومد و دیگه اصلا اون همه آدمای درخشان اطرافش همه رو تاروند، و نیمه اولی که با مالیاتی که از قند شکر گرفت اون راهن سراسری رو ساخت، کار بسیار درخشان و اصولی که از دستورات مشاور مالی هیتلر هم که اسمش یادم رفت، دکتر شاختنر یا همچین چیزی، یعنی خیلی اصولی درست کار میشد. در نیمه دوم این نشون میده که پول نفت چقدر برای ایران مضر بود. به هر حال حالا اینجا که هستیم شاید بتونیم بحث رو، حالا نمیدونم اگه بشه ادامه بدیم یا پایان بدیم، یادی هم بکنیم از ایرج میرزا که خب شازده قاجار بود، انقلابی هم نبود ولی شاعر مشروطه بود و چون مرتبط با عارفه یه زمانی یار گرمابه و گلستان هم دیگه بودن، ولی بعدش که عارف گیر میده به قاجار و دریوری‌هایی در نثارشون میکنه، با اون مثل که دچار مشکل میشه. یک شاید 515 بیته که عارف نامه به نام عارف نامه که بعد و بیرا و فضیحت میگه به عارف و بعد اون رو از ورود به سیاست میخونه. این هم یه جور نشون دهنده نگاه بخشی از روشنفکران است. سیاست پیش مردم حیله سازند، نمانند من و تو پاک بازند، به هر تغییر شکلی مستعدند، گهی مشروطه گاهی مستبدند. یکی از انگلستان پند گیرد، یکی با روزها پیوند گیرد، به غیر از نوکری راهی ندارد و الا در بساط آهی ندارد. و بعدم که راه چاره رو در قدرتیابی سردار سپه میدونه، با اینکه خودش از قاجار خواست، یه تجارت نیست، صنعت نیست، راه نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. میخوام فضا رو براتون تشریح کنم که از اون شترگاه فلنگی که دیدین که عرض کردم، اون سردرگمی، خب به هر حال امیدها رفت به سمت سردار سپه. در مورد آخوندها هم میگه که در ایران تا بود ملا و مفتی، به روز بدتر از این هم بیفتی. در حال ایشون اینا رو گفته. خب خانم حسینی